به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دوستای عزیز نهایت مهربان. خدا کنه جور و صحتمند باشین. دوستای عزیز لطفا چینل ما را لایک سابسکرایب کنید و فراموش نشه. دوستای عزیز امروز میخوایم طرز تهیه ماموزه برای شما با هم یک جا بیاموزیم و یاد بگیریم. دوستای عزیز به خاطر تهیه کردن و آماده کردن ماموز ما با مواد لازمه نیاز داریم که شامل آرد هسته. آرد ما اینجا میبینین مقدار به اندازه خود ما آرد گرفتیم. آب گرم هسته و در آرد خمیر مایه، نمک، روغن اضافه کردیم. روغن به خاطر اضافه کردیم دوستای عزیز که خمیر ما نرمتر و ملایمتر بیاید. و اینجا مواد لازمی دیگه که هسته از قبیل زردک، مرچ دلمه، کرم رنده شده هسته و گوشت سینه مرغ. دوست دارین هر قدر اضافه کنین، ما مقدار گرفتیم. و مرچ سیاه، تخم گشنی، سیر، نمک، همه از اینا مواد لازمه ماموز هسته. و اینجا ما میخوایم که تخم پزی خود بالای رو منقل ماندیم و مقدار بسیار کم روغن داخل از اضافه کردم. امی سینه مرغ که از ماشین کشیدیم ایره بالای از اضافه میکنم و میگذارم که کمک سرخ شد. آل بالای از زردک رنده شده مرچ دلبره اضافه میکنم. خب مرچ دلمه و زردک اضافه کردم بالای سینه مرغ خود و حال تمام از ایره با هم مخلوط میکنم. و میبینیم دوستای عزیز کمک آب کشیده و خوب است که آب کشیده که بهتر و نرمتر و خوبتر بیاید. هر قدر مواد ما نرم شود و ما سرخ شود بسیار زیاد مزه‌دارتر میآید. خب اینجا تمام مواد با هم مکس میکنیم و میگذاریم بالای آتش بسیار نرمال. آتش زیاد نمانیم دوستای عزیز، آتش بسیار کم باشه. و حالا ما میخوایم که بالای ازی کرم اضافه کنم. کرم که قبلا رنده شده هسته و این کرم آل بالای ازی اضافه میکنم و باز هم تمام مواد با هم مخلوط میکنیم و مکس میکنیم. خب اینجا مساله که هسته مثلا نمک، مرچ سیاه، تخم گشنیز و سیر و مرچ تازه هسته. هم از اینا را بالای مواد خود اضافه میکنیم. خب تمام از اینا رو دوباره مکس میکنیم و نیم گلاس آب گرم هم بالای از مواد خود اضافه میکنیم، چون که زردک و مرچ دلمه و کرم ما که هسته دوستای عزیز باید نیاز داره به نرم شدن. خب حالا همه از اینا رو من مکس کردم و گذاشتم و گلوش سرپوش هم موندم. خمیر که از قبل کرده بودم خمیر ما بسیار زیاد خوب رسیده و تمام خمیرها را من همراه کارت به این قسم برش میزنم و خمیرها را که زمان برش میزنم به خاطر ازی که من میخوایم از این خمیرها از غلگکای خورد خورده و ماموز ما تیار کنم. من ماشین آش ندارم و چیزایی که نیاز هسته بعضی چیزا من ندارم، اما باز هم خیر باشه. خب حالا از غلگه کار خمیره به شکل زغاله های خورده که به اندازه 4 مغز هست آماده کردم و هم از اینا را من همراه دست خود نازک میکنم. چون روغن داخل خمیر انداخته نیاز به آرد نیست. میبینیم که بسیار به راحتی خمیره میشه که هموار کرد. خب حالا تمام از این زغلگه کارا میگیریم هموار میکنیم، همراه دست خود نازکتر میسازیم شه. خب دوستای عزیز به خاطر من میگم که زغالای شما میتونید که زغاله خمیرش به شکل کلان ببرین و اگر کدام قالب داشته باشین همراه قالب تمام از اینا را به شکل همی قسم خورد خورد برش بزنین یا ببرین. اما ما قالبش نداشتم، از خاطر من زغالای خورد خورد کردم. و حالا میخوایم امی مواد که آماده کردیم که مواد ما شامل تمام کرم و زردک و مرچ دلمه و چیزایی که شما دیدین ما اضافه کردیم، تمام از اینا را من حالا بالای امی خمیرای خود میگذارم. خب دوستی بسیار زیاد یک خوشبوی خاص داره. امی فعلا ما بسیار زیاد گشنه هم شدیم دیگه. این خوراک بسیار زیاد مردم
هند و پاکستان بسیار زیاد از این علاقمند هستند که ماموز میگن، ماموزای بخورن. خب ما شما طریقه های دیگه شیم. خب حالا میخوایم طریقه بسته کردن از این برای شما بیاموزونم. خب از امی خمیر ما را از بغل گرفته و آهسته آهسته ایره به کرده هم میچرخانیم، بستیش میکنیم. خب بالکل متفاوت تر از طرز بستن از منتو و شک ما شما کده متفاوت تر است. بسیار یک غذای لذیذ و مزه‌دار هسته. عوضانه هم گفته میشه استفاده کنین، بسیار زیاد مزه خاص داره و این هم بس طریقه بسته کردن و بسته شد و دیگه منتو ندارم، از دیگه ساده استفاده میکنم و اینجا هم فاینال لوکش از خدا کنه خوش